درود، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ خوش اومدی به اولین ویدیو این چنل. امیدوارم که حال دلت خوب باشه، همیشه سالم و سرحال باشی. اومدم امروز اولین ویدیومو داخل چنل بذارم و یه سری توضیحات در مورد چنل که چیه. بریم جلوتر. قبل از اینکه توضیح بدم این چنل اصلا چی هست، چی کارو میکنیم و اینا، بذار اول خودمو یه معرفی کنم. ببخشید من یه سکندم گرفت. خودم اول معرفی کنم. من امیرم، ساکن تهرانم. دوم اینکه درباره چنل یه توضیحاتی هست که من با خدمتتون عرض کنم. اونم چیه؟ چنل چی جوریه؟ ما یه جوری ویدیوهای حالت پادکستور داریم میذاریم. حالا این ویدیوهای پادکستور میتونه چیزی باشه؟ این ویدیوهای پادکستور میتونه انگیزشی باشه، فان باشه، هدفدار باشه، کمک، همه چی میتونه باشه. و قصدم اینه که یه جورایی به جامعه کمک کنم. حالا چرا میخوام تو جامعه کمک کنم؟ این اسمش دلیلشو تو ویدیوهای بعدی میگم، یعنی تو ویدیو دوم میگم، چون فقط یه خوشامدگویی ساده است. و اینکه قراره با یه سری آدمایی که تونستن آیندهشون و زندگیشون رو جوری رقم بزنن که بتونن اون زندگی که دوست داشته باشن و داشته باشن. یعنی بذار واضح تر بهتون بگم، دوست داشتن یه زندگی داشته باشن که توش حال دلشون خوب باشه، بگن، بخندن، با خانواده باشن حتی. و دقیقا این کار شد. به این مرتبه هم رسیدم. دقیقا میخواییم با همچین آدمایی صحبت کنیم و ببینیم که اصلا چی شد که به این مرتبه رسیدن. و اینکه امیدوارم که محتوای چنلم به کارتون بیاد و اینجوری باشه که شما وقتی ویدیوهای منو نگاه میکنید بگید که واو، چیز انگلیسیش کنیم، واو چه ویدیویی. نه حالا جدی بگیم چقدر ویدیوش قشنگ. یعنی اون زمانی که در ویدیو منو نگاه میکنید بگید که ویدیوش واقعا کارساز بود و تونست یه کاری کنه که من اون کسی، اون هدفی که دارم اون مثلا پیدا کنم. و یه خبر دیگه، در کنار این که من دارم ویدیو پادکستوری میگیرم و با آدمای موفق حرف میزنیم، راهکارا و فلان و اینا، یه سری ویدیو هم هست که اسمش هدف رو واسه تعیین میکنه و زندگی کردن رو واسه معنادار میکنه. حالا این ویدیو چیه؟ رفیقم که الان پشت صحنه اساسا از من ویدیو میگیره دقیقا همچین ویدیویی میذاره. لینک یوتیوبش رو توی دیسکریپشن میذارم، قطعا سابسکرایبش کنید و با ویدیوهاش اصلا حال کنید، کیف کنید، چون ویدیوهای خفنی میذاره و محتوایی که میذاره قشنگ معنی زندگی کردن بهتون میگه که آقا چجوری زندگی کنید. و اینکه سرتون رو درد نیارم، کلی بگم که اگه میبینید من تو این ویدیو یه ذره خشکم، یه ذره مثلا یه جوری هم که سرد رفتار میکنم، یه ذره سرما خوردم، بعد اگه میذاشم سرما خوردگی خوب بشه خیلی دیر میشد کارم. سعی مجبور شدم تو حوزه سرما خوردگیم ویدیومو بگیرم و در اشتراک بزنم و شما ویدیو منو ببینید. خیلی دوستتون دارم. لایک و بکوبید، سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، سرتون رو بازم درد نمیارم. و اینکه فکر کنم ویدیوم فکر کنم ته 4-5 دقیقه بشه. و اینکه خیلی دوستتون دارم. لطفا این ویدیو رو در اشتراک بذارید با رفیقاتون. دیگه سرتون رو درد نمیارم. این اینستا منم که کلا این پایین میاد، دوست داشتید فالو کنید، دوست نداشتید فالو نکنید. همین که شما در ویدیو منو تماشا میکنید خیلی واسم با ارزشه. و اینکه قراره همکارای زیادی با من بشن. سرتون رو درد نمیارم. ویدیو بعدی بیشتر با هم دیگه صحبت کنی، حال من خوبتر میشه، بیشتر میتونم باتون گرم بگیرم. و اینکه خیلی دوستتون دارم و حال دلتون همیشه شاد باشه، لبی خندون، جیبی پرپول، دلی شاد و از همه مهمتر سایه پدر مادرم بالا سرتون باشه. تا دوری دیگر، بدرود.